سلام دوستان، به کانال گسترسازی لیانا خوش اومدین. دوستان من میخواستم یه مقدار با کارامون آشناتون کنم، با چه رمان کار میکنیم. دوستان این رمان گروگینه، این مثل پارچه میمونه دوستان، ساتن نیستش. اینا خیلی با دوام با کیفیت هستن، میتونین یه دونه بخرین یه مدت طولانی ازش استفاده کنین، قابل شستشوی. دوستان اینا به هیچ عنوان خراب نمیشه. درسته یه مقدار گرونه، شاید نصف قیمت اینا ساتن نصف قیمت این باشه، ولی اینا فوق العاده هستن. هم تا سیر نشدین خراب نمیشه، میتونه بچه ازشون مدت خیلی طولانی استفاده کنن و خسته بشن بذارن کنار، ولی اصلا خرابی نداره. ما اینا رو با دستمون کار میکنیم، اندازه میگیریم، بعد میدوزیم، بعد با چسب حرارتی به هم فیکس میکنیم. این از رمان گروگین. دوستان اینا هم که ساتن هستن، ملاحظه حضورتون. دوستان ساتن ها خیلی زود نخکش میشن و کارهای خوبی ندارم. من چند تا برای نوام درست کردم، استفاده کردم، دیدم زود نخکش میشن و چروکم میشن. برای همین دیگه درست نکردم. زیادم خریده بودم ولی خب گذاشتمشون کنار، به درد نمیخوره. برای همین دیگه درست نکردم ازشون، رو هزینه‌شم موند رو دستم. خب به امید دیدار دوستان، تا ضبط بعدی، خدا نگهدار.